جناب رئیس جمهور، این خلبانی که با شما صحبت کرد معلوم نیست که فردا شب این موقع زنده باشه. فاتحه نیروزمینی خونده شد. نیرو هوایی نمیتونسته برگردونه الان. بعد از حالا بیرینگ 285 هستم 20 مایل. برای چی هیچ اقدامی نکردید؟ چرا گذاشتید که مرز خالی باشه؟ فاصلتون 6 مایله. هر 10 دقیقه هوا بلند شده. داره از سمت راست 270 نزدیک میشن. داریدشون الان سمت راست فاصله 3 مایل. شما ادعا کجایی؟ من فکر کردم تو ذهنم اعلام کن برای جنوب به علاوه 2. سریع بره که به جنب سریع. داریدشون الان سمت راست فاصله 3 مایل. چیزی دارید؟ داریدشون 4 فروند هدف ارتفاع 15,000 بارون سرندج هستن مشغول بمبارون. چرخ‌های اولین فانتوم‌های ایران حدود 50 سال پیش در پایگاه‌های کشورمان به زمین رسیدند. جنگنده‌های مدرنی که حاصل درآمد سرشار نفت و رقابت تسلیحاتی دو همسایه بود. شاه ایران و دیکتاتور جوان عراق. شمایل صدام پرقدرت می‌نمود و داعیه رهبری جهان عرب پس از جمال عبدالناصر مصری را در سر داشت. به همین دلیل پذیرفتن شروط ایران در قرارداد 1975 الجزایر باعث سرشکستگیش بود. اما در بحبوحه انقلاب گویی ورق به نفع دیکتاتور بعثی برگشت. بسیاری از خریدهای نظامی ایران در زمان بختیار برگردانده شد و مدت کوتاهی بعد با پیروزی انقلاب گویی مسیر سخت و امتحانات زیادی در انتظار ارتش بود. به نظر می رسید که اون بحث کودتای 22 سال 32 این نگرانی به وجود آورده که مواظب ارتش باشیم که بازی چنین چیزی نکنن، تعدی نکنن. ما یه ستاد برتری داشتیم به نام ستاد بزرگ ارتشداران. این ستاد ملغا شده بود، اول رفته بود. سربازی رو فکر کنم کردن 1 سال. میدونی که سرباز نیروی اصلی زمینیه، یعنی 50% خیلی خیلی کم بگیم 40%. پس فاتحه نیروی زمینی خونده شد. در نیرو هوایی یه ستاد داشتیم به نام ستاد تاکتیکی در شیراز. ارتش بود داشت و سپه بود داشت. این همه رفته بود. اون سر لشکری که اونطوری یا سپه بود یا ارتش بودی که اونطوری پرورش یافته نمیتونه با این رژیم هماهنگ بشه. خب یه سری هم که اصلا که سربازی کسی نمی آمد، فرار از پادگانا بود، دستور امام و اینا یادتونه که خب یعنی این سلسله چیز شروع نشده بود که مثل سابق توی ریلی بیفته و سربازا بیان خودشونو معرفی کنن برن خدمت سربازی ترخیص بشن برن دنبال کار زندگیشون. اصلا نمیدونن سرباز. نیرویی که مثلا فرمانده یه معاونت اطلاعاتش بوده یه فرسان سرلشکر حالا شده یه سرگردی که تا حالا فرمانده گردانی هم نکرده. یه سری دیگه هم یه کاری که صورت گرفت اینه که اومدن نفراتو منتقل کردن. خب وقتی جنگ شد این راننده تانک کجا بود؟ برای چی میگن ارتش مظلوم؟ ارتش دیگه بود نبود که آخه همه درب و داغون شده بود. شالوده نظام ارتش میرفت که از هم فرو پاشد. آموزش ها تعطیل شده بود. پروازی انجام نمیشد. نفرات کاسته و پراکنده بودند. در همین شرایط بیش از 1 سال بود که بخش بزرگی از ارتش نیز با جدایی طلبان شمال غرب درگیر شده بودند. اما 2 ماه قبل از جنگ اتفاق دیگری به تیرگی این فضا افزود. کودتای نقاب
کشف و خنثی شدن این کودتا در پایگاه نوژه همدان و لشکر 92 زرهی خوزستان اخراج و اعدام تعدادی از پرسنل این دو سازمان نظامی را به دنبال داشت. خسارت‌های وارد شده به ارتش سنگین بود. فقط لشکر بزرگ 92 زرهی تنها مدافع خوزستان با کسری 11,000 نفر نیرو مواجه شده بود، یعنی عملاً ناکارآمد مطلق. بهترین شرایط برای صدام مهیا شده بود. صدام قصد جنگ داشت. اسناد ما این رو نشون میده. اولین آمادگی که به نیروهای مسلح، حالا ارتش من میگم، داده میشه 17/1/59. منتها از برج 5 و 6 در حقیقت به نوعی عراق عملاً تجاوزات مرزی آغاز کرده بوده. اولین شهیدمون تو این رابطه خدا رحمت کنه علی غلام حسین باستانی رو داشتیم. فکر کنم برج 4 سال 59 بود و تو بخش مهران نقاط سوق جیشی رو میگیره، اشغال میکنه. همونجاست که از وحدتی میرفتن اون مناطق رو عملاً روزی 2 سورتی صبح یا 4 سورتی صبح، 4 سورتی بعد از ظهر و میرفتن بمباران میکردن مناطقی که عراقی ها اشغال کرده بود، یعنی مناطق خاک خودمون رو. لشکری در حقیقت و زار نعمتی هواپیماشون میفته و کسی خبر نداشته و ما میدونستیم فقط افتادن. شهریور ماه ولی الله فلاحی رئیس ستاد مشترک ارتش شروع جنگ را حتمی اعلام می کند. ارتش عراق ظاهراً روز اول مهر تعرض هوایی و زمینی و دریایی رو به طور هماهنگ علیه میهن اسلامی ما هدایت کرد، ولی عملاً روز 12 شهریور تعرض زمینی عراق علیه مرزهای ما به ویژه پاسگاه‌های ژاندارمری و مقاومت‌های پراکنده مرزی ما آغاز شد. در 17 شهریور ماه نیز ستاد مشترک اعلامیه رسمی مبنی بر شروع جنگ منتشر می کند. دستور گسترش به جبهه ها صادر می شود، اما این نیروی پراکنده را چگونه می توان سامان داد و به جبهه ها اعزام کرد؟ تبلیغات و تجاوزات صدام شدت می‌گیرد. او خوزستان را یکی از استانهای خود می‌نامد. قطعنامه الجزایر را پاره کرده و طرح تقسیم ایران را رسانه‌ای می‌کند. عراق که شروع کرد توی مرزها اخلال کردن و یه مناطقی را اشغال کردن، به شدت تبلیغ میکردن توی این کشورهای خلیج، تلویزیونشون نشون میداد و ما اونجا حرص میخوردیم که آقا چرا ما ساکت نشستیم. هر پایگاه هم سرش به این قضیه گرم بود که اینا عراقی هی دارن میان، یعنی همه ما میدونستیم جنگ میشه، منتظر بودیم کی. نمیدونستیم الان عراق کجاست، چیکار داره میکنه، اطلاعات بهمون نمیرسید. مجبور بودیم خودمون بریم تو عراق. یکی این گشتاری که انجام دادم، خب این حقیر بودم که تو گزارش بعد از پروازم نوشتم که اینا دارن میان. مثلا فرض بفرمایید دیگه تخمین میزدم دیگه، من گفتم 2000 تا، ولی اگه بیشتر بگم بود که کمتر نبود.
خب فقط تانک نبود، 2000 تا تانک، تمام ماشینایی که داشتن میدن. شاید یه چیز در حدود 25 کیلومتر اینطوری تو عرض داشتن میومدن جلو. مرحوم شهید یاسینی و شهید خلعتبری بلند شدن رفتن، برگشتن دیدم که حالا ما هواپیما بلند میشدن میرفتن گشت هوایی انجام میدادن، شناسایی میکردن، برمیگشتن میدیدیم که خب با سلاحی که زیرشون هست برگشتن. این دفعه اومدیم دیدیم نیست، موشک‌ها نیست. گفتیم چیکارش کردیم؟ گفت زدیم. به کجا زدیم؟ 2 تا ناوچه عراقی را فرستادیم توی آب. کی 28 شهریور. سرانجام ظهر سه‌شنبه 31 شهریور ماه سال 1359 جنگنده‌های عراقی پایگاه‌های هوایی ایران را هدف حمله قرار دادند. حالا جنگی که ارتش ایران از مدت‌ها قبل هشدارش را میداد آغاز شده بود. صدام با غرور و تمسخر اعلام کرد 3 روزه خوزستان را اشغال کرده و 1 هفته بعد در خیابان‌های تهران قدم خواهد زد. صدها خبرنگار به بغداد دعوت شده بودند تا به گفته صدام شاهد فتح قادسیه‌ای دوباره باشند. هدف از عملیات محور شمال زمینگیر کردن نیروهای ایرانی و مقابله با اونها بود. در محور میانی هدف نهایی اشغال تعدادی از شهرهای غیر مهم و کنترل تنگه ها و در هم کوبیدن نیروهای ایرانی برای جلوگیری از هر گونه پیشروی به سمت بغداد، دیالی و یاکوت بود. در محور جنوب که محور حقیقی جنگ بود چنانچه موفق می شدیم اگه نگیم که به سرنگونی حکومت ایران و متلاشی شدن این کشور منجر می شد، اما می تونست به تحمیل اراده عراق بر ایران منجر بشه. ارتش عراق با 23 لشکر در آمادگی کامل به خاک کشورمان وارد شده بود و در برابرش فقط باقی مانده لشکر 92 قرار داشت. بعثی‌ها سوار بر زره‌پوش‌ها با قدرت و سرعتی ترسناک به قصد تهران می‌تاختند. آنها برای از پادر آوردن هر 5 ارتشی 1 تانک به خوزستان آورده بودند. می‌دونیم که اینا واقعا نمیخواستن، یعنی پیش بینی کرده بودن که جنگی نشه، به صورت یک مانور، یک حرکت پیروزمندانه نظامی انجام بدن و بگن نیروهای نظامی که دفاع نمی‌کنن، اصلا نیروی نظامی وجود نداره در مقابل ما، هوایی که نیست، نیروی زمینیش هم که به این صورت درگیر، 3 تا لشکر اینجوری، لشکر 92 هم که در داغون چند تا فرماندهاش هم گرفتن اینطوری، اگر هم باشه یه لشکر دیگه، این لشکر هم که 5 تا لشکر میخوردش و میره جلو اگر باشه، و در حقیقت به صورت مانوری حرکت بکنن و بیان اون صحبتایی که گفتن صبحانه رو اینجا بخوریم، شام هم اونجا میخوریم و در جشن پیروزی رو در تهران میگیریم بعد از 1 هفته. بچهای ما هواپیماشون همون روز اول حد اکثر 60% توانایی جنگ داشتن، آماده رزم بودن، نیروهای خلبانشون هم همینطور. ما تعداد خلبانی که داریم مشخصه، چند تا داشتیم، چند تاشون تو زندان بودن، چند تاشون اعدام شدن، چند تاشون پاکسازی شدن. شما برین ما با یه چیزی حدود 50% توان رزمی نیروی هوایی جنگ شروع شد. خب ما از مسیرهایی که میرفتیم میدیدیم که رو زمین ها نگاه میکردیم دیگه، میدیدیم که اینجا ما هیچ نیرویی نداریم، ولی وقتی میرسیم به نیروی عراقی میدیدیم که او دریایی از لشکر رو زمین خوابیده. روز دوم سوم جنگ بود که شهید فکوری گفت براتون میخوام بیشتر به حساب توانتون روی زدن نیروهاشون بده، چون نیروهای عراقی داشتن همینطور میامدن تو. ما شروع کردیم از ابتدا به تانک زدن، یعنی کار ما این بود که تانک بزنیم. علتش هم بود که تنها واحد زمینی که اونجا بود لشکر 92 بود با فکر کنم تیپ 37 هواگرد شیراز، دیگه هیچ نیروی زمینی اونجا نداشت.
زمین زیر شنی لشکرهای زرهی عراقی میلرزید و زره‌پوش‌ها با وجود مقاومت دلاورانه مدافعین آنها را پشت سر می‌گذاشتند. جنگنده‌ها تانک‌ها را تک به تک شکار می‌کردند، اما سرعت بعثی‌ها شرایط را ساعت به ساعت تغییر می‌داد. زمان رگ حیاتی هر دو جبهه شده بود. نیروها از وضعیت یکدیگر بیخبر بودند و تنها منبع اطلاعات نیروی هوایی مشاهدات خلبانها بود. نیروی زمینی به زمان نیاز داشت و برادرانش در کابین جنگنده ها تک تک دقیقه های این زمان را با خون خود می‌خریدند. لشکر 77 خراسان از خراسان میخواد بیاد اهواز و خرمشهر رو اونجا، کی میتونه برسه اونجا؟ یه ما دیگه 20 روز دیگه. همه از همه استانا میخواستی نیروها بیان. سپاه هم که تشکیل نشده بود هنوز. بود تشکیل شده بود ولی نیرویی نداشت. اگر 4 تا نیرو داشت همه اسلحه جسه یا کلاش دستشون بود. چیز دیگه نداشتند که. نیروی زمین اینجوری نیست که مثلا فرض کن تا بهش بلش بشین اونجا که. این میاد یه روش کاری می‌نویسه. گردشکاری می‌نویسه. آقا من گازوئیل میخوام، سوخت میخوام، قند میخوام، چای میخوام، یخ میخوام، فلان آذوقه میخوام، فلان فلان فلان. حالا یه کفی هم به من بده، همکار 4 سور میکشه. نه اونایی که مجوز هم بندن کنه خدا نداشتن. اجازه حرکت بیشتر از یه گردان نداشته. میدونی که به خاطر کودتای نقاب بیاد باید مکانیابی بکنه، کجا مستقر بشن، توپخانه‌شون کجا باشه، آشپزخونه‌شون کجا باشه. همینجوری 10,000 نفر آدم با خودش میاره، تجهیزات با خودش میاره. سنجرهاش رو کجا درست بکنن، چه جوری همه برقرار بکنن تا این واحدها مثلا مستقر بشن. تو خاکی بودی رفتی دیدی چطوری میشه واقعا اینا رو آدم‌ها رو چید. اصلا اینطوری نیست که تو میدون اینجا نیست که بگه مثلا از راست و به فلان نظام. اینطوری نیست، خیلی سخته به خدا کارشون. ببین آخرین پرواز رو بعد از اون انجام میدادیم، میادیم میگفتیم آقا نیروهای عراقی این نقطه هستن. پروازا رو ست میکردیم، صبح اول وقت بریم این نقطه بزنیم. ولی وقتی داشتیم میرفتیم اینجا هستن، شبونه حرکت میدادن جلو. میرفتیم گفتن آقا اومدن جلو، کنار اهواز، تو نقلای بغل کارون که از کنار اهواز رد میشد. داستان سرعت و زمان بود. ارتش بعث می‌کوشید سریع‌تر حرکت کند و از جای خالی نیروی زمینی استفاده کند. شکاری‌ها نیز پرواز می‌کردند تا سرعتش را بکاهند. نیروی هوایی 2 جبهه را همزمان باز کرده بود. از یک طرف دشت خوزستان را زیر آتش گرفته بود و از طرف دیگر به ویران کردن تأسیسات نفتی عراق می‌پرداخت. With the war about a week old, the extensive damage caused by Iranian airstrikes made Iran call bulk of its oil exports a humiliating slap in the face of Saddam Hussein. اما در جبهه چگونه میشد ماشین کشتار بزرگ بعثی ها را از کار انداخت؟ آنها همه جای خوزستان پخش شده بودند و یگانهای خسته و آسیب دیده لشکر 92 روزهای سختی را می‌گذراندند. شاید قوت قلبشان فقط غرش جنگنده ها و صفیر بمب ها بود. نقل میکنم از فرمانده گردان 138 تیپ 2 زرهی. میگم ما دیدیم که مهمات که نداریم، گاهی گدار یه تیراندازی میکنیم آقا ما هستیم. از روز 6 و 7 ما دیدیم که هواپیما اباویلوار، این اصطلاحی که ایشون میگه، میمدن هر 5 دقیقه هر 10 دقیقه هر 15 دقیقه مناطقی رو بمباران میکردن و برمیگشتن. تیپ 2 زرهی همش اونجا بود، کسی نبود که بهش کمک برسونه، خودشون که همش اونجا بودن. بعد یکی از پشت سر بیاد به اینا، هنوز که کسی از پشت سر نرسیده بود به اینا.
یه هدف ما دادن، یه لشکر زرهی عراق، گفتن که در کنار شهر اماره، کنار رود دجله، اونجا در احتیاط، فردا پس فردا ممکنه که حرکت بکنه بیاد به طرف فکه. اصلا عدد نمیتونی بهش بگی، من نمیدونم عدد چقدر بودن، ولی ببین ما میرفتیم هر جا رو بمباران میکردیم نیرو بود. یه لشکر چقدر جا میگیری، هر جا بمبت میریختی تانک بود. رگبار هواپیما گرفتیم، نوشا آدم بود که درو میشد. اینجوری نبود که مثلا فرض کن نقطه باشه، یه دونه باشه هدف. همه جا مثلا میگفتم برو عین الخوش، همه جا هدف بود. نقطه که میذاشته بعد اون نقطه به شوه 3 کیلومتر 4 کیلومتر هدف بود مثلا. نمیخوام بگم جاتون خالی، ولی واقعا چنان زدیم از این لشکر، باور کن 90% از بین. Iranian F-4 fighter jets have proven to be way more efficient and impressive than Iraqi land forces who tried to push their way into Iran. در مراجعت که داشتیم میمدیم این دیشای مخابراتیشو میدیدیم، ما فقط با فشنگ این دیشا رو میزدیم. این دیشا باعث میشد که ارتباط این تیپ با اون تیپ قطع بشه. خب این دو مرتبه تا رونق بیفته یه 2 روز هم طول میشه. اینا کمکی بود که نیرو هوایی ایجاد میکرد. از کلی صبح میرفتیم فقط نیروهای عراقی رو بمباران میکردیم. جنگ هواپیما با تانک اصلا تو تاریخ نیست، تو ارتشای دنیا وجود نداره. نباید این چنین کاری کنیم، به ضرر نیرو هوایی صدمه میبینه. آخه اون تانکی که میاد جلو ضد هوایی در کنارش هست. محاسبه صدام آشفته شده بود. 6 روز سخت و جانکاه می‌گذشت. زیر حملات فانتوم ها و تایگرهای ایرانی تلفات میداد و هنوز پوتین سربازهایش به هیچ شهر مهمی نرسیده بود. پادگانهایش نیز بمباران میشد تا نیروی تازه نفسی برایش باقی نماند. همین روزها بود که بعثی‌ها مجبور شدند پدافند قدرتمندشان را از شهرها به جبهه‌ها بکشانند تا شاید کمی از آتش جنگنده‌های ایرانی بکاهند. حلقه های 25 کیلومتری موشکی اطراف لشکرها دیواری آهنین می‌افراشت، اما نمی‌شد دشمن را رها کرد تا بتازد و تنها راه چاره پرواز در ارتفاع پست بود. خب ما با ارتفاع پایین میرفتیم، ارتفاع بالا میرفتیم که رادارشون ما رو میگیره. پروازی بسیار سخت، پیچیده و خطرناک. بارها ما از منطقه جنگی خوزستان برگشتیم بوشهر، شاخهای نخلای خوزستان زیر هواپیما چسبیده بود. من گردش کردم به طرف گلوله ها، ارتفاع پایین بود، گلوله ها از رو هواپیما رد میشد. انقدر پای می آوردیش که دیگه واقعا برای هیچ هواپیمای شکاری مقدور نبود بزند.
تانکا و اینا رو دیدم و یکم کشتم بالا، بمبا رو رها کردم و دوباره کف زمین و حالا از پشت گلولا می آمد. این تیرای چراغ برق 30 پایه. ما از این 30 پا هم بعضی موقع پایین‌تر می‌رفتیم. 30 پا یعنی 10 متر. ما روی دریا پرواز می‌کردیم، اگزوز هواپیمامون دریا رو می‌شکافت. چقدر میشه؟ 10 پا 3 متر. ما مثلا دیگه ما واقعا اونها بازی میدادیم. یکم که اومدم اونجا گفتم شماره 2 کجا؟ یادش من گویا قربون ستات برم فرج، قسم خودم گفت من فکر کردم تو زدن آتیش گرفتی خوردی، من آتیش فقط میدیدم. از بین رفتن لشکر سلیمانیه، کشته شدن 100 سرباز، انهدام 50 کامیون و بسیاری مانند اینها بخش کوچکی از گزارشات بجامانده است. آوازه دقت عمل و پرواز ارتفاع پست ایرانی ها به روزنامه های اروپایی کشیده شد. روزها برای صدام خونبار و تمام نشدنی بود. نیروی هواییش در هم پیچیده شده بود و یگانهای زرهیش بدون پوشش هوایی در دشت خوزستان رها شده بودند. While Iranian fighter jets have overwhelmingly dominated the southern front, correspondents present in the battleground report that they have not caught any sight of an Iraqi fighter jet. حالا او بود که سعی می کرد برای حفظ نیروی زمینیش زمان بخرد. همین شد که روز 6 جنگ پیشنهاد آتشبس بدون عقب نشینی را مطرح کرد. روز 28 سپتامبر 1980 6 روز بعد از آغاز جنگ صدام اعلام کرد که آتشبس شورای امنیت سازمان ملل بین عراق و ایران رو پذیرفته، ولی ایران این قطعنامه رو نپذیرفته و بر لزوم عقب نشینی عراق بدون آتشبس تاکید کرد. پذیرش این امر در این زمان دشوار بود. در همین مرحله احساس می‌کردیم در موقعیت خوشایند نظامی نیستیم. لشکر 10 زرهی نتونست دشت و پل نادری رو برای عبور از کرخه تصرف کنه. زمینه اشغال شهر دسفول و پایگاه هوایی هم فراهم نشد. لشکر یکم هم در عبور از رود کرخه در منطقه شوش ناکام موند. در محور بستان اهواز پیشروی لشکر 9 زرهی با مانع مواجه شد و از محور عملیاتی به سمت جنوب منحرف شد. در محور بصره اهواز لشکر 5 مکانیزه و تیپ 8 پیاده مکانیزه در جنگل‌های جنوبی اهواز متوقف شدند و تیپ 6 زرهی و قرارگاه لشکر 3 در عبور موفق از کارون برای قطع جاده آبادان شکست خوردند. روز فکر کنم 5 یا 6 جنگ بود که بنی صد اومد پایگاه همدان. خلبانا رو صدا کردیم اومدن و صحبت کرد و اینا و یکی از خلبانا گفت آخه شما برای چی هیچ اقدامی نکردید؟ چرا گذاشتید که مرز خالی باشه؟ چرا بایستی ما الان بریم این همه هوا ما دست بدیم با تانکای دشمن بجنگیم؟ گفت این خلبانای شما چرا با رئیس جمهور مملکت اینطوری صحبت میکنن؟ گفتم جناب رئیس جمهور، این خلبانی که با شما صحبت کرد معلوم نیست که فردا شب این موقع زنده باشه. ما چسبیده به زمین میرفتیم، رسیدیم اون نقطه شروع کردیم اوج گرفتن. ناگهان دیدم که یه چیزی خورد به این زیر بالای این هواپیمای شماره 1. زمان یه لحظه هم کمتر از اون چیزی که دارم صحبتشو میکنم پرت شد به این طرف.
هواپیمای شماره 1 پرت شد به این طرف، شروع کرد به اینطوری رفتن به طرف زمین. ما دنبالش بودیم، صدا کردیم علی چی شد، علی چی شد، جواب بده فلان شد. خلاصه رفتم نزدیک زمین که شد یواش و هواپیما اومد بالا. F4 یه استیک داره اون کنترل فرامینش، یه وسط پای آدمه تا اینجا هست، اینطوری با دست میگیری. این سر آنچنان خورده بود روی این استیک، این هلمت زخمی شده بود، این گردن و شونه چسبیده بودن، خوش شده بود اینطوری، هر دوشون اینطوری از هواپیما اومدن بیرون. شهید بربری هواپیماش بیش از 400-500 تا سوراخ شده بود. بله، از کنار هواپیماش رد شده بود، موشک منفجر شده بود، خورده بود به کاناپی رو سوراخ کرده بود، طوری شد که این گلوش باد کرده بود تفلک، اصلا متورم شده بود، این لوزه هاش متورم شده بود، نفس نمیتونست بکشه، حرف نمیتونست بزنه، ولی غیرتش هم قبول نمیکرد که بره بهداری و گران بشه به اصطلاح، یعنی از پرواز معاف بشه موقتا. من روز سوم یادم عزیزمون آقای ظریف خادم رو که لیدر فلات 2 فراوندی بود با آقای دلانور زدن در کردستان عراق. یکی از دوستان نزدیک آقای ظریف خادم آقای اسدالله اکبری بود که گفت کاظم رفت. گفتیم متاسفانه کاظم بر نگشته. فرداش اسدالله اکبری رو زدن. واقعیت امر این بود که بچهای ما واقعا جانانه دفاع میکردن. دیگه مثلا مرگ شده بود براشون نخود کشمش، صبح بلند میشد تا شب 4 تا نمیمد. اقبالی خیلی بچه دوست داشتنی بود، بچه ها خیلی علاقه داشتن بهش. رفتن اون برای ما خیلی فاجعه بود. واقعا نیروهای خیلی فداکاری کرد. کار هواپیما تانک زدن نیست که. اما دیگه ما به نقطه آخر رسیده بودیم، دیگه چاره دیگه نداشتیم. 140 فروند فقط روزهای اول مطرح شد، روزهای دیگه 140 فروند نبود، ولی کمتر از 100 تا نبود. روزهایی که دفاع از خوزستان به اصطلاح نام گرفته، ما داریم واقعا هر 10 دقیقه پرواز بلند شده. اینی که گفتم در استرس بودیم و فشار و فرصت نداشتیم که چیز بکنیم، همینطوری بود. میمدیم میگفتن آقا این هواپیما حاضر پرواز کنید، اون هواپیما بریم پرواز کنید، 2 راه 3 راه همینطوری پرواز. نیروی هوایی هر آنچه را داشت به میدان آورده بود و بهای این رشادت را با خون خلبانانش پرداخت می‌کرد. چه بسیار مردانی که باز نگشتند تا پروازها لحظه‌ای قطع نشود. این پرنده های آهنین بال فرشته مرگ بعثی ها شده بودند. این بار حبیب شتی دبیرکل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی به همراه ژنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان با پیشنهاد صلح به تهران آمدند. پاسخ ایران روشن بود. دشمن باید از خاک ما بیرون میرفت. و 5 روز گذشت و نزدیک به 8,000 پرواز روی دشمن انجام شد تا بالاخره 1/3 توان زرهیش در هم شکست. ارتش عراق از نفس افتاده بود. It's unanimously believed that Iraq has lost initiative on the ground and that they can fully recover and resume afresh if and only if they reinforce their ground and armed forces comprehensively. سرانجام در 26 آبان دشمن از حرکت ایستاد. صدام مجبور به تغییر استراتژی شد و سعی کرد دست کم زمین‌های اشغال شده را حفظ کند. حالا رویای شیرین فتح 3 روزه خوزستان به کابوسی تلخ و مرگبار تبدیل شده بود. کابوسی که تمامی نداشت. اولین مرحله جنگ که از 22 سپتامبر 1980 تا هنگام اشغال خرمشهر ادامه داشت دارای این ویژگی‌ها بود.
اول، ناکامی در تصرف اهداف مهم نظامی و عملیاتی روی زمین. دوم، ناکامی نیروی هوایی در ایجاد یک وضعیت هوایی مناسب به نفع نیروهای خودی. سوم، شروع گسترش وسیع تشکیلات سپاه پاسداران ایران و نیروهای بسیجی. و چهارم، رسیدن نیروهای ایرانی از مرحله عقب نشینی سریع به مرحله دفاع نیرومند و هجوم. بعد از 3 ماه نیروهای زمینی ما یواش یواش اومدن تو جبهه رو گرفتن. جلو پیشروی اینا گرفته شد. همون شد که میوسی از اول باشه. اونا اومده بودن که بیان نمیدونم کرخه رو بگیرن، بیان اهواز رو بگیرن، خرمشهر رو بگیرن، ظرف 3 روز خرمشهر رو بگیرن، خوزستان رو، و ظرف 1 هفته در تهران باشن. 33 روز فقط پشت دروازه خرمشهر معطل شد. چرا؟ از شلمچه تا خرمشهر بیش از 15 کیلومتر نیست. خیلی فاصله کمی هستش. ارتش و سپاه تو خوزستان بودن؟ کجا بودن؟ نبودن که. شاید از نظر نظامی معادلاتش و محاسباتش زیادم بیجا نبود. رو کاغذ شده بود. این نیرو هوایی روش حساب نکرده بودن. این واقعیته. نیرو هوایی نمیتونست اینو برگردونه عقب، ولی سر جاش نگه داشته بود. چون باید نگه می‌داشتیم تا آقای لطفی لشکر قزوین رو برسونه و رسوند. تا تیپ 92 زرهی اهواز خودشو پیدا کنه. 14,000 پرواز، 56 خلبان شهید و 28 اسیر. 1/3 توان نیروی هوایی رفت تا دشمن از اسب تازنده پیروزی به زیر کشیده شود، تا از تاختن بر پیکر این خاک کهن باز ایستد، تا همرزمان خلبانان سر برسند و دشمن زمین خورده را از این سرزمین بیرون کنند. و همه اینها چنان سریع اتفاق افتاده که تصاویرش در ذهنها و سندها کمرنگ شد. قرقون من اون دیروز بهتون مثلا در ضرب 20 دقیقه 3 تا ما رفت. نیروی هوایی با روز 300-400 سورتی پرواز در روز این بود که تونست نیروی زمینی دشمن رو زمین گیری بکنه، علاوه بر این که صادرات نفتش به 0 رساند، اقتصادش رو فلج کرد. بیشترین صدمه رو نیرو هوایی تو اون 3 ماه اول جنگ خورد که ما نیرو زمینی نداشتیم. و اگر این نیرو هوایی نبود خوزستان رفته بود، هنوزم رفته بود. افتخار ما اینه که نیروی دشمن رو زمین گیر کردیم. به تنها چیزی که فکر میکردیم یه هدف مقدس، ما باید سرزمین حفظ میکرد. بله احتمالا زدی چون حرکتی نداره. موفق باشه، متشکرم، ادامه بده. نوعش چی بود؟ یه دونه میراش درد نکنه قربان. درود به شما قهرمانان جمهوری اسلامی.
ولی کی ماموریت ما رو دید؟ کی میدید به جز خدا؟